سلام برادرای عزیز، برادرای قدردان. دست اول روزی سعید جمعه را به همت مبارک باد میگم. خداوند بزرگ در این روزی مبارک، در این روزی سعید پیش کارتون کشوده کنه، دولت دنیا رو در تای سرتون بریزونه. میایم سری مسئله بازم درباره گروه عربشاه. گروه عربشاه مقصد همین بگیم که هم یک جا شدن ما سال 2001 بود. از سال 2001 تا این جانب ما یک جاییم رفته اومد. مقصد خونه یک دیگر بسیار میریم و یک دیگری ما نقص خوب میشناسیم. این که عمر یک جوان مرده خودتون ببینین. از سال 2001 باشه این 22 سال میشوه. 22 سال میشوه که ما یک جاییم. شکر خدا. درباره کوچکر گفتیم. کوچکر در همون وقتایی که 2000 سال 2003 اکمل جمعیف در باربد زندگی میکردن، یا هم در همون باربد این کلسهای مردان پایانش در زندگانی میکردن. این کوچکر خیلی راست دیگه بگم چی پوشیده گم میزنیم. سمکه کوچکر که ما کنسرت نرفتیم، سمکه منوج میکرد بدا میگفتیم کوچکر. وقتا کوچکر هم نام نداشت، علی جان نام داشت. قطعی سخیدات گفتن یک برادر دیگه مون بعد باید خوندن، دویت خوندن. اگر اول بیام بچه‌ها میمونم همینجا. ما خدمت دستشون قبیده طلبی مکتب بدن، دستشون قبیده صحنه میبردیم که اینا دو درکای ما وقتی که ما دم میگرفتیم یا سرود میخوندن با همراه سخیدات، علی جان و سخیدات. بعد ما سالی که من خدمت رفتم کوچکر با همراه فخردین با انتونیو کیم خیلی بروردن، انتونی کردن کوختی فخردین. ما در خدمت بودم چینو راستی گپ در یادم نیست. انا مسئله علیک ملیک نوشتن که علیک ملیک نگفتی که علیک ملیک شوقت شنکر نهی مرده زنده ہے. این شوقت هم کرسی مای قطیمه خونگه او ای عبیدالله دام کلونای، ای موگام دام کلونای، این بهرام که میگن او دام کلونای تا 63 ای. این از مسئولات چه میمونه میجا. یعنی شوکت نام داره. هم کرسی مای قطیمه خونگه دانشگاه دولت صنعت توجیک ده. سال 2001 هم داخل شد، 2015 بود کردیم هممون. مقصد بهرام قطعی موگامبو هم سینفی عبیدالله. بهرام هم نغز میشناسم، موگامبو هم نغز میشناسم. لیکن ای بهرام و ای موگامبو ده شوکت ما پیشتر میشناسم، شوکت خشروتر میشناسم. این شوکت هم کورس ما برای چی هم کورس ما نغز میدونم. ما در یک دانشگاه بودیم. به نهایت بچه خوبه. بعد تو یاد قطعی عبیدالله صدلو میرفتیم و میبردم شه. بعد وقتا همه خیلی بود که یک کس تعریف میکردی خلق باور میکرد که در حقیقت همه خیلی میگفتم شنکر نهی مرده زنده، شوکت نیمی افغانستان نیمی هندوستان همه تاجیکستان، هنرمندی جوان هنرمندی که ناتکرار کابل جان تو را ویران نبینم. میگفتم خلق داد میزد. میگفتم کی باشه. میبرمد با هم تکدم میبرمد و ما میبرم تعریفش میکنم شنکر نهی مرده زنده در تویو. خلق کیف میکرد. اون وقتا همه خیلی بد، زمانه همه خیلی بد برادرم. این همه گپا گفتم. انشالله که گروه عرب شورا ولی ای پیش با کارای ما بسیاره خلوان نکشمونه پیش ای پادا چنگ نمیندازیم. بعد هم با میبینیم گروه عرب شورا با شما های سربلند خانواباد. خداوند یارو مددگارتون باشه، زنده باشه. کسانی که این مسکا با روی میکنن این هم آمدن رقمات زنگ بزنه برای وز بین تونه به خونه تونه میبرن. مقصد خودشون مسئولیت کنیم، مسئولیت چیزی خوبه کنیم. رقمات زنگ بزنیم تمامی برای شما را برای وز بین تونه برای سبک تونه به وطن گرفته میارن. اینا زنگ بزنیم.